سلام. بریم با هم یه اورزولاته درست کنیم. برای تهیه اورزولاته ما به یه سری تجهیزاتی نیاز داریم تو خونه. اولین چیزی که نیاز داریم یه اسپرسو ماشین خونگیه که بتونیم باهاش اورزولاته رو در واقع پودر اورزولاته رو با شیر ترکیب بکنیم. دومین چیزی که نیاز داریم یک گجتی هست به نام پیچر یا همون پارچه خودمون. اگر هم نداشتید میتونید توی لیوان فلزی درست بکنید، خیلی راحت. حتما نیازی نیست که پیچر توی خونه داشته باشید. وسیله بعدی وسیله به نام اسکیل یا ترازو. اگر باز هم اسکیل نداشتید میتونید از یک قاشق حالا پلاستیکی یا قاشق‌های غذاخوری استفاده بکنید. برای تهیه اورزولاته 100 گرم شیر نیاز داریم که 100 گرم شیرمون رو به پیچر اضافه میکنیم. میزان اورزولاته که نیاز داریم 13 گرم هستش که به 100 گرم شیرمون اضافه میکنیم. برای اینکه نوشیدنی بافت بهتری داشته باشه ترجیحاً با یک قاشق یا یک چنگال میزان اورزولاته‌ای که ریختیم و شیر رو کاملاً با هم دیگه مخلوط کنیم. حدوداً 20 تا 25 ثانیه زمان میبره که نوشیدنیمون با استیم ون آماده بشه. لطفاً بعد از اینکه کارتون با استیم ون تموم شد اون رو تمیز کنید. اینم نوشیدنی نهایی ما. دقیقاً غلظتی که به دست میاد باید به همین شکل باشه.